سلام. امروز روی صحبتم با مهاجراییه که من به عنوان یک مهاجر میدونم در طول این مسیر چه سختی ها، چه نوسان ها و چه ناامیدی ها رو بارها و بارها تجربه کردم. اما میخوام از دیدگاه روانشناسی و بر اساس تجربیات خودم بهتون یه موضوع خیلی مهم رو بگم که ازتون خواهش میکنم در موردش خوب فکر بکنید. دوستان عزیز، دلایل مهاجرت برای هر فرد با فرد دیگه فرق می‌کنه. بعضی از ما دنبال رشد بیشتر، دنبال رسیدن به اون خودشکوفایی بودیم که شاید تو کشوری که زندگی میکردیم نتونستیم تجربهش کنیم. شاید تجربهش کردیم و به دنبال چالش و رسیدن به دستاوردهای بیشتری بودیم که مهاجرت کرد. به هر حال همه آدم‌ها میل به خودشکوفایی درشون وجود داره و اصلی ترین دلیل حرکت در زندگی براشون رسیدن به اون خودشکوفایی هست که مازلو توی هرم نیازها بهش اشاره میکنه که بالاترین سطح نیاز در یک انسان هست و همه آدم‌ها تلاش میکنن به اون خودشکوفایی برسن. ما توی کشوری که زندگی میکردیم بعد از سالها تلاش دیگه درگیر نیازهای سطح‌های پایین‌تر توی هرم مازلو نبودیم. نگران غذامون نبودیم، نگران درآمد نبودیم، زیاد به یه حدی همه داشتیم. نگران سرپناه نبودیم، نگران پیدا کردن دوست نبودیم، نگران آداپته شدن، سازگار شدن با فرهنگ جدید نبودیم. به عنوان یک مهاجر وقتی وارد یک کشور جدید میشی تو دوباره میل به اون خودشکوفایی درت هست. خیلی دوست داری سریعتر همون چیزهایی که توی کشور خودت تجربه کردی رو به دست بیاری، غافل از این که ما هنوز باید نیازهای ابتداییمون پاسخ داده بشه، برآورده بشه تا بتونیم به اون خودشکوفایی که هدف و مقصد نهایی هممونه برسیم. اگر هنوز برای رسیدن به نیازهای اولیه‌ای که مازلو ازش صحبت میکنه درگیر هستی و داری دست و پنجه نرم میکنی برای ساخت روابط اجتماعی، یاد گرفتن فرهنگ جدید، زبان جدید، کار خوب پیدا کردن، انتظار نداشته باش همین الان بتونین به اون نیاز خودشکوفاییت هم پاسخ بدی. عزیز من، زمان میبره. با خودت مهربون باش. اینو باور بکن که قراره به اون خودشکوفایی برسی. ولی کسی که تشنه است، کسی که گشنه است، کسی که جای خواب نداره، کسی که دوستی نداره باهاش حرف بزنه، کسی که دیگه انگیزه‌ای نداره، حمایت اجتماعی نداره، نمیتونه به خودشکوفایی برسه. به عنوان یک مهاجر ما در ابتدا درگیر برآورده کردن این نیازهای ابتدایی هستیم و مرحله به مرحله که نیازهامون پاسخ داده میشه نزدیک میشیم به اون خودشکوفایی. پس خودت رو سرزنش نکن. فکر نکن اون موفقیت هایی که توی ایران به دست آوردی یا آنچه که رویاش رو داشتی بعد از مهاجرت به دست بیاری قراره یه شب اتفاق بیفته. به خودت زمان بده، با خودت مهربون باش، هدفت رسیدن به اون خودشکوفایی باشه، ولی اینو در نظر داشته باش که باید تمام این پله ها رو طی بکنی تا به اون خودشکوفایی برسی. ناامید نشو، فقط ادامه بده.